سخن پرداز فرزانه روزگار رازق فانی در پرتو از آفرینش‌هایش عمر بر سکوی افتخار تکیه زد و چنان آثار از شعر و نقد به میدان کشید که هرگز از باد و باران نیابد گزند. پس او را باید ادیب شمرد اندر قرن ما و سده‌های بعدی، زیرا از شعر مشعل افروخت. فانی سراپا از عاطفه، عشق، محبت و میهن دوستی بود. روان این بزرگمرد شاد و نامش بر فراز آزادگی و مردانگی بلند و همیشه باد. سروده از این مرد ادیب به نام مهاجر چیست؟ سحرگاه ز بازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفت: آره، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسه بر رخسارش و غمگینانه افزودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش اندوزند و تو از وحشت دزدان